با سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. امروز در خدمت شما دوستان هستم با یکی دیگه از ترید های خودم که یک نکته بسیار مهم به ذهنم رسیده و قابل تأمل هستش و قابل ذکر هست که شما دوستان با اون نکته آشنا بشید. خب همونطور که مشاهده میکنید جهت مووینگ اوریج 200 به سمت پایین هستش و مووینگ اوریج 20 به سمت بالا در حال حرکت می باشه. در اینجا من وارد مارکت شدم و بای کردم. ببینید اینجا یه ریتست گرفته، من وارد مارکت شدم و بای کردم. به خاطر این ریتستی که گرفته من وارد مارکت شدم. نکته بسیار مهمی که اینجا هستش راجع به پروفیته. وقتی که مووینگ اوریج 200 و مووینگ اوریج 20 هر دوی اونها به سمت پایین نزولی هستش، پروفیت شما میتونه 20 30 40 50 به بالا باشه. ولی در زمانی که جهت ها فرق میکنه و مووینگ اوریج 20 به سمت بالا هستش و مووینگ اوریج 200 به سمت پایین در تایم فریم 5 دقیقه و همچنین برید توی تایم فریم 15 دقیقه لود کنه چرا ببینید که در اینجا هم مووینگ اوریج 20 در حال نزولی هستش. خب نکته اینجاست که در این شرایط امکان این که هر لحظه به دلیل اینکه مووینگ اوریج 200 در این بالا هستش و پرایس به سمت پایین بره بسیار زیاده. پس ما چیکار میکنیم در اینجا؟ ما باید اینجا ترید رو زیر نظر داشته باشیم با گرفتن 2 پیپ، 3 پیپ، 4 پیپ و 5 پیپ، کم کردن سایز، همون روش که قبلا گفتم، یا سایز رو کم میکنیم یا اینکه چی با گرفتن 2 پیپ یا 3 پیپ از مارکت خارج میشیم. چون این تریدی نیستش که بشه بهش تراس کرد تا و همینطوری ولش کرد مثل ترید هایی که قبلا میکردیم. باید خیلی حواستون باشه چون ببینید فاصله مووینگ اوریج 20 و 200 کمه و هر آن ممکنه دوباره برگرده به سمت پایین. امیدوارم این کلیپ بتونه به شما کمک کنه تا اینکه لاستی نداشته باشید و امید روزهای بهتر برای همه شما دوستان. خدا نگهدار. نکته دیگه که به یادم اومد ببخشید اینه که استاپ تریلینگ رو من اینجا گذاشته بودم. بعد از اینکه 2 تا بار گرفتم 3 تا بار گرفتم سایز خودم رو کم کردم و استاپ تریلینگ رو تغییر دادم و به زیر و به بالای نقطه ورودی خودم یا این سری خودم رو بردم که اینجاست. امیدوارم که متوجه شده باشید من منظورم چی هستش. اگه سوالی داشتید در تلگرام یا در فیسبوک در خدمت شما دوستان هستم. روز خوبی رو برای همه شما آرزو مندم. خدا نگهدار شما.